آیا میدونی اولین ویدیویی که بشر ضبط کرد دقیقاً چه شکلی بود؟ سال 1888 در شهر کوچکی به نام راونهی در انگلستان، یک مخترع فرانسوی به نام لویی لوپرنس با دستگاهی که خودش ساخته بود، اولین فیلم تاریخ رو ضبط کرد. اسم این فیلم هست Roundhay Garden Scene. طولش فقط 2 ثانیه است و توش 4 نفر رو میبینیم که در یک باغ قدم میزنن. این ویدیو اولین باری بود که لحظه‌ای از زندگی واقعی روی فیلم ثبت شد. قبل از اون هیچ کس تصور نمی‌کرد بشه حرکت رو ضبط کرد. این ویدیو مسیر تاریخ سینما، تلویزیون، یوتیوب و حتی همین ویدیویی که الان می‌بینی رو ساخت. شاید ساده به نظر بیاد، اما اینجا جاییه که همه چی شروع شد. حالا که دیدیش، نظرت رو بگو. آیا فکر می‌کردی اولین ویدیو جهان اینقدر کوتاه و ساده باشه؟ برای ویدیوهای بیشتر از تاریخ واقعی تکنولوژی، حتما ساب کن.